برای اینکه آبگوشتتون خوشمزه بده یه مقدار دیگه چی؟ لوبیای خیس میریزیم تو آبگوشتمون. گوشت و پیاز و نخود و لوبیای سفید که قبلا خیس خورده. نخود و لوبیای سفید. چی میریزی؟ سرچوبه بریزیم با هم ننداز. و پخته بخار نخود پخته. نگاه کنید بچه ها برای مهمونان می‌خواهید برزیخان و برسان دوستان عاشقانه جون می‌ریزن. بسته نگاه اینجا رو آب جو بریز دستیار.